یک کس زنگ شد پیش همین دولت اداره زکس میگیم برو میگه میراد میگه که ما جدا شدیم. در اون وقت هم به زنش هم به خودش خانه علاهیده میتیان. اونا چیکار میکنن؟ همون خانه دویی گرفتگیشون اجاره میتیان، همچون زن و شوهر زندگی را دوام میتیان. و حالا که اعضای شورای فتوای علمای اروپا عبدالرحمن برزنجی این گفته بود که از منبر مسجد این طلاق است گفته. محترم استاد، همین طوری یا من یادش گفتم همین طوری نیستم به حد بسیار استاد محترم همون حالته. و من اون چیزی که من گفتم یک شرح کوتاه میدادید که شاید برادران بشنون اینا که از این کارشان دست بگردانند. اگر یک آدم با همراهی زنش بیاید به این سوسیال ها و گوید که ما جدا شدیم، دروغ گوید ما جدا شدیم گوید و هر دوشون هم علاهیده خانه گیرن و فریب داده دو خانه گیرن یکش اجاره دهند، بله فریبشان گناه است، دروغشان گناه است، لیکن طلاق نمیغلطد. اون کسی که مثلا در بالای منبر طلاق میغلطد میگوید خیر و هم شاید یگان مسئله های سیاسی در نظر داشته است، یگان اجتهاد کردگی هست یا برای ترساندن گفتگی هست، لیکن همچون از باب علم این فتوا برای خیلی نه که یکون زناتون طلاق نمیشه این کار کنید نه، همچون من باب علم یعنی از باب معلومات حاصل کرده میگم که به این واسطه طلاق نمیفراید، یعنی نکاح جدا نمیشد. و اگر هم تو زبانی گوید که چون این لفظی صریحی طلاق نه گوید که ما جدا شدیم بود، دیگه در قرارت قلبش اینا جدا نشدن، هم تو زبانی که گوید که ما جدا شدیم علاهیده زندگی میکنیم، گوید این دروغ است، این فریب است. فقط بعض آدما فرق برود، یعنی گناه که شد طلاق نمیغلطد، گناه کرد دروغ گفت فریب داد، شاید اون مالی که از همین راه به دست آورد الکی مال حرام هست ولی طلاق نمیفرد. والله تعالی اعلم.